بعد از مدت ها برگشتیم با یک ویدیو جدید. با اینکه شما کمی گشاد تشریف دارید و از ویدیوهامون حمایت لازم رو نمی کنید، اما من همیشه گفتم که تا آخرش میمونم. تا آخر میمونی دیگه. امروز اومدیم با آموزش سبک بازی لانگ بال یا همون بکش زیرش خودمون که آقای امیر قلعه‌نویی تو این کار خبره هستن. با اطمینان میگم قلعه‌نویی از مورینیو بهتره. خب حالا که امیر قلعه‌نویی از مورینیو بهتره، بیاد با من بریم تا بهتون آموزش بدم چجوری مثل امیر قلعه‌نویی بازی کنید. بهترین مربی این سبک که میتونید با جی پی تهیه کنید هلسون مربی استون ویلا یا همون داشم امریه که آفریننده 6-1 بارسلونا پی اس جی هستش. این مربی رو میتونید با 180 کا جی پی ناقابل بخرید. و اما بهترین مربی این سبک داخل بازی مارتینز مربی پرتغال هستش که برای خریدش باید 900 کوین ناقابل پیاده بشید. از این دسته سوس و شعرها که بگذریم، قبل از شروع باید ببینیم چه چیزهایی نیاز داریم. اول از هر چیز ما توی ترکیبمون به مدافع بیلداپ نیاز داریم که خیلی نقشش مهمه توی این سبک. توی خط حملمون یه مهاجم سرزن و طبق معمول یه مهاجم سرعتی نیاز داریم و یه پلی میکر هم وسط زمین میخوایم. حالا میتونیم بریم سراغ آموزش و گیم پلی. وقتی که شما صاحب توپ هستید باید از پاس دادن کوتاه خودداری کنید، چون که بازیکناتون از هم فاصله میگیرن و توپ رو از دست میدید. بهترین کار اینه که توپ رو بلند برای مهاجم سرزنتون انتقال بدید. وقتی که شما توپ رو بگیرید، همه مهاجمین شما به سرعت به خط حمله اضافه میشن و تو میزنن. پس بهتره از پاس‌های بلند برای انداختن توپ پشت دفاع استفاده کنید. روش دوم ساخت موقعیت اینه که به نقشتون نگاه بندازید. اگر مهاجم خواست تو عمق بزنه، توپ رو با یه استانینگ ثرو پاس یا همون پاس تو عمق بنفش برسونید. این روش خیلی کاربردی تو این سبک و مدافعینی با سبک بیلداپ بهتر میتونن این کار رو انجام بدن. درست اسم این سبک لانگ باله، اما بعضی موقع ها شما لازمه که با توپ های کوتاه هم موقعیت سازی انجام بدید. میرسیم به بحث دفاع کردن. وقتی که شما توپ رو از دست میدین، ما اینجا چیزی رو میبینیم که تو سبک‌های دیگه شاید نبینیم. اینکه بازیکن‌ها خیلی به همدیگه نزدیک میشن، همدیگه رو پوشش میدن، سریع برمیگردن و فضاها رو پر میکنن. این نشون میده که دفاع کردن توی این سبک تقریبا راحت‌تر از بقیه سبک‌هاست. وقتی که توپ رو از دست میدیم، اینجا میتونیم ببینیم که بازیکنان با چه سرعتی برمیگردن تا از دروازه حراست کنن و این نشون میده که توی این سبک تراکم در خط دفاعی بالاست. وقتی که توپ رو از حریفتون میگیرید، باید همون انتقال توپ سریع رو که چند بار هم تاکید کردم انجام بدید تا بتونید خلق موقعیت کنید. از بهترین ترکیب ها برای این سبک میتونیم به 5-1-2-2, 5-2-3, 3-2-3-2 و 3-2-1-4 اشاره کنیم که هدف همه اونا در خط حمله انتقال توپ بلند، اضافه شدن سریع بازیکنان به هجوم و انداختن توپ‌های بلند پشت دفاع حریف هستش. و در دفاع هم تراکم بازیکنان در خط دفاعی، بازگشت سریع بازیکنان به سمت نیمه خودی و پوشش دادن یکدیگر در جلوی دی باکس هستش. البته اگه نوب تشریف دارید بهتر از ترکیب 3 دفاع استفاده نکنید، چون تیمتون لنگ به لنگ آفرید به گاه ابدی میره. اگر که میخوای بازی با ترکیب 3 دفاع رو یاد بگیری، این ویدیویی که لینکش این پایین میاد رو ببین. ممنون که تا این لحظه پای کسوشرهای من نشستید. اگر براتون امکان داره اون لایک رو انگوش کنید که بریم سراغ ویدیوهای بعدی. تا کسوشرهای دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم.